سلام بیننده عزیز. خبر، گزارش و تحلیل رویدادهای تاجیکستان و عالم را در برنامه اخباری آزادی من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 9 فوریه است. نگاه به چند گزارشی برنامه. تعداد قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 17,000 نفر گذشت. احوال در سوریه جنگ زده بدتر است. زمین لرزه در ترکیه یک زاده تاجیکستان را با فرزندانش به خانمان کرد. این زن نمیداند کجا رود و چی کار کند. ما انسانیم. من هیچ وقت خورسندیم مردم گرجش اومده کودکان کتی پریشان شدن نمیخوام. ده ها صاحب کار را برای نقض قانون زبان جریمه کردند. پیشنهاد کمیته زبان برای نامگذاری فروشگاه ها بحث برانگیز شد. قانون جمهوری ترکیه درباره زبان دولتی در بعضی مرکزهای سودا و خدمترسانی کشور رعایت نمی شود. تعداد قربانیان زمین لرزه های مدهش روز 6 فوریه در ترکیه و سوریه از 17,000 نفر گذشت. تلاش نجات افرادی که زیر بناهای فرو ریخته ماندند ادامه دارد، ولی عین زمان شکایت از تأخیر در کمک رسانی نیز زیاد است. مردم سوریه جنگ زده در این بین عذابی بیشتر میکشند. همکارم شهلای گلخوجه گزارش میدهد. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ایدلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت‌ها حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنانش جای دارند. زمین در زیر پایمان کفید و ما از داخل بینا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می‌فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمان افتاد. مدا و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدا با دخترش مجروح شد، اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروهی نجات بخشان را مشکل کرده است. ما برای از زیر خرابه ها بیرون برآوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون برآوردن آدمان را بس نکردیم. زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند. این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمیدانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلیب کمک وارد نشده است و مردم نمیدانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم. در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز میبرند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلیب کی کمک میرسد. همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من در بر عائله‌ام هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل عائله‌ام میباشم. در حالی که ادلیب تا هنوز انتظار کمک‌های بین‌المللی است، به این منطقه آفت زده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید می‌کند. زادگان تاجیکستان نیز در زمین لرزه خرابی آوری ترکیه زیان دیدند. خانه شهناز استانزاده تاجیکستان که در شهر قهرمان مرش زندگی می‌کند در زمین لرزه ویران شده است. او حالا با 4 فرزندش در گرج زندگی می‌کند. پیش از آغاز برنامه همکارم شهلای گلخوجه از شهناز پرسید که چی احوال دارد. جای ما بینه توقعت و میکفت. اپجا ما یک شب برنویس موندیم تا سهر جا نیفتیم. زمین جنبی به حد سخت شد. هر یک 5 دقیقه پس زمین جنبی دوام داد. هر یک 5 دقیقه پس زمین جنبی دوام داد. اپجا عذاب کشیدیم. ای همون روزا هم من کودکم هممون کسل مزمون نیست. خونم کفیدگی ریختگی نیست. اپجا هزار بار شکر، لیکن کفیده ولو کفیدگی در اومدن میگون ممکن نیست گفت سودیان.
ما نمیتونیم در اومده میداریم یک قشق میداریم در میگیریم میگریزیم میترسیم هر در اومدگی ما خانه به ورزه در اومده است ما خدا نشان ندهد اسپیت کردیم میکنیم نکردیم در تگ همون خانه میمونیم بسیار در اومده نمیتونیم. سفارت تاجیکستان در ترکیه گفت که تاجیکان را در منطقه‌های آسیب دیده ثبت نام کرده است و با آنها تماس دارد. همکارم شهلای گلخوجی از شهناز پرسید که با او نیز تماس گرفتند. زنگ زدن پرسیدن چی حال دارتون گفته پرسیدن منت دارم 1000 بار رحمت زنگ زدن پرسیدن یک بار دیگه زنگ نزدن. اپا جان من شما با یک گپ میگم شما هم مسلمانه منم همین همشهری همون جایم خو من سوریه باشم خو ترک باشم خو ازبک خو فرق ندارد ما هم انسانیم. من هیچ وقت خرسندیم مردم گرجش اومده کودکام کتی پریشان شدن نمیخوام من عبیزت خونم ریزت باید خونه من شکسته تموم شود بعد من با باور میکنم یا اپا باور کنه حاضی پول با احتیاج داریم معده چوده میگیرم از گنده همه چیزم شکست تمام شده من خونه در اومدم با کود باید جسارت ندارم. شهناز اوستون زاده تاجیکستان بود که خانهش در شهر قهرمان مرش ترکیه در زمین لرزه خراب شده است. ادامه برنامه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 9 فوریه دیگر بار از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای دفاع کشورش از تجاوز روسیه اسلحه بیشتر بدهند. ولادیمیر زلنسکی گفت اروپای آزاد را به اوکراین آزاد تصور کردن امکان ندارد. رهبر اوکراین در نشست سران اتحادیه اروپا در بروسل افزود امنیت اروپا در عموم به نتیجه جنگ وابسته است که روسیه سال پیش آغاز کرد. یک روز پیش ولادیمیر زلنسکی در بریتانیا بود. مسکو ماه فوریه سال گذشته به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای پیشگیری از خطا در نام شرکت‌ها صاحبکاران پیش از ثبت نام نهاد خود از تشخیص زبانشناسی گذارند. پیشنهاد مذکور بحث‌ها را درباره ایجاد مانع دیگری در راه صاحبکاری برانگیخته است. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش دارند. کمیته забон ва истилоҳоти тоҷикистон пешниҳод кардааст ки ба хотири пешгирӣ аз хатову ғалат дар номи ширкатҳо соҳибкорон пеш аз сабти номи ниҳоди худ аз санҷиши забон гузаранд. дар нишасти хабарӣ ин ниҳод таъкид карданд ки кумитаи андоз пешниҳодро пазируфтааст. ҳамин банди қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ дар баъзе марказҳои савдо ва хизматрасонии кишвар риоя намешавад. асосан дар шаҳрҳои марказӣ аст. шаҳри душанбе чӣ тавре ки ман гуфтам баъзан ба назар мерасад дар ноҳияи шаҳри бухтар ва шаҳри хуҷанди вилояти суғд. бархе соҳибкорону коршиносон санҷиши забонро боз як монеа дар кори соҳибкорон меҳисобанд. аз санҷиши забон гузарондани ҳамаи соҳибкорон маблағ ва нерӯи корӣ зиёд талаб мекунад ки бояд аз ҳисоби буҷа ё аз ҳисоби соҳибкорон маблағ гузорӣ шавад, дар ҳоле ки хатоҳое ки дар номгузории кумитаи забон кашф мекунад шояд 5-10% бошад. ба назари ман пушти ин пешниҳод як ғаризаи гирифтани даромади иловагӣ меистад. чунин иддаоро дар кумитаи забон беасос номида таъкид карданд ки ҳадаф танҳо ислоҳ кардан аст. тибқи иттилои расмӣ соли гузашта барои риоя накардани муқаррароти қонуни забони давлатӣ дар тоҷикистон 78 парвандаи маъмурӣ тартиб дода афроди гуногунро 68 000 сомонӣ ҷарима бастанд. در تاجیکستان بعضی از دانشگاه‌ها محتاج دانشجو شدند. سال گذشته بیشتر از 10,000 ختم کننده مکتب و داوطلب ادامه تحصیل با وجود سپردن امتحان موفق شدند به دانشگاه‌ها نآمدند. چرا؟ پول تحصیل نداشتند یا چیزی دیگر؟ گزارشی برای یوسفی و علیشیر ظریفی در همین باره است. در سال 2022 حدود 60,000 نفر داوطلب عنوان دانشجویی را دریافت کردند، اما بیشتر از 11,000 نفر به مؤسسه‌های تعلیمی خود حاضر نشدند.
البته در رابطه با این مسئله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به مؤسسات تعلیمی سفارش داده شده است، طوری که مقام اطلاع دارد، شاید الان در این دوره در نشست‌های مطبوعاتی نیز گفته شده باشد. یکی از این تاکیدها این کم کردن مبلغ شرطنامه تحصیل یا اینکه حداقل به تغییر ماندن شرطنامه مبلغ تحصیل در مؤسسات تعلیمی میباشد. در سال 2022 نیز مثل 2 سال پیش نقشه قبول دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی که بیشتر از 95,000 نفر بود اجرا نشده است. سبب را مسئولان مرکز ملی تستی به کم شدن شماره ختم کنندگان مکتب‌های میانه ربط دادند. تعداد زیادی مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی البته اجرای نقشه‌شون در حدود 50 60 مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات نسبتاً موفق در اطراف 70-75% قرار گرفتند. رهبریت مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به قانون نوی دعوت به ارتش ربط نمی‌دهند، اما کارشناسان میگویند این نتیجه قانون نوی دعوت به ارتش میباشد. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل میکنند باید 1 سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا حق به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. شرکت در تاجیکستان اعلام کرد که تلفن با نام وی را استحصال کرده است. تحلیلگران میگویند تلفن‌های استحصال تاجیکستان زمان بازارگیر میشوند که با نوگانی‌های خاص خود از شرکت‌های دیگر تفاوت داشته باشند. سربناز روح الله و نگاره فضل‌الدین در این باره گزارش دارند. ویرا اولین تلفن استحصال تاجیکستان واقعا مشتریان خود را پیدا کرده است، هرچند در فروشگاه‌ها زیاد به نظر نمی‌رسد. شرکتی که تلفن را به بازار برآورده است باور دارد مشتریان زیاد پیدا می‌کند، اما تحلیلگران میگویند تلفن‌های استحصال تاجیکستان زمانی بازارگیر می‌شوند که با نوگانی‌های خاص خود از شرکت‌های دیگر تفاوت داشته باشند. آفیس رفته استادم، در آفیس کم کم سر و صدا باید زود حاضر شوم. فاضل جان فتولویف از اولین مشتریان ویرا در تاجیکستان است که بیشتر از 1 ماه باز آن را استفاده می‌کند. او از این تلفن بیشتر برای گفتگو استفاده می‌کند، هرچند با آن می‌شود به اینترنت هم وارد شد. 5 روز به ضرورت یعنی که به بلند کردن برق میتواند تماس برد. تلفن‌های اسمارتفون عادی باشد 1 یا 2 روز است. استحصال ویرا را شرکت اوریون الکترونی به راه مانده است. گفته می‌شود این شرکت متعلق به مالکان اوریون بانک و پیوندان رئیس جمهور است. شرکت آخر سال گذشته با استحصال تلفن ویرا آغاز کرده فعلا تمام قسم‌های احتیاطی را از خارج کشور دسترس می‌کند. بندوبستی آن در داخل کشور انجام شده در برخط آن مال تاجیکستان نوشتند. شرکت گفت در اول بیشتر از 1000 تلفن ویرا استحصال کرده است. در فروشگاه‌ها آن از 145 تا 250 سومونی نرخ دارد. وقتی که پرسان شد برای چی با زبان تاجیکی نیست اینترفیسش و سیستم اپراسیونیش جواب امکانیت داشت که زبان تاجیکی رو وارد کنه. آنها گفتن که این نه تنها در داخل بازار داخلی رو با مقصد تامین کردن است، بلکه با مقصد با بازارهای منطقه آسیای مرکزی برآمدن هم آنها چنین هدف دارند. در یک پرسش سری راهی رادیو آزادی هم ساکنان گفتند از استحصال ویرا در تاجیکستان خوشحال هستند، ولی تا کجا با طلبات زمان جوابگو است وقت نشان خواهد داد. سن سال چشته پرستوی قطع می‌گردیم و این تلفن‌های نمی‌فهمیم. وقت نشون می‌ده کروسیش. هیچ افتاده نمی‌تونیم. اکوزیراش با فکری ما که ما خیلی شید آدمای کمی سویم برام. متخصصان فناوری‌های نوین میگن بهتر بود نمونه‌های فرق کننده این نوع تلفن راه اندازی میشد. در این حالت امکانی بزرگی شدن آن بیشتر بود. خوب میشد که این تلفن یک خصوصیت‌های خود را می‌داشت که از دیگران فرق کرده تواند. مثلا حداقل همان حرف‌های بالای تکمه‌چه‌اش را اگر با زبان حرف‌های تاجیکی را جا می‌دادند که چیدن متن‌ها با زبان تاجیکی خصوصاً پیامک‌ها آسان‌تر میشد، شاید که دقت یگان کس را جلب کرده می‌توانست. مسئولین شرکت میگویند این اولی کار است و تلاش دارند در آینده استحصال تلفن‌های سنسوری را به راه مانده آن را در بیرون از کشور هم معرفی کنند. در زمانی که هر روز شرکت‌های جهانی از استحصال نسل نو تلفن‌ها خبر می‌دهند، معلوم نیست ویرا تا کجا با آنها وارد رقابت می‌شود. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار شما.